ببینیم که چه رنگی شده. یک رشدش خوب بوده خدایی. رشدش خوب بوده. یکی صاحباش شکسته. میره تو برگایی که میبینی پژمرده شده و اینا مهم نیست. الان این قسمت که نگاه کنی میبینی که انسان اینجا برگا پژمرده شده ولی از اینجا جوش کرده. دیگه خودش ادامه میده. و کل زندگی همین آقا. همین پیریا میافتن، جوونا رشد میکنن. جلوی رشد این درخت این گل رو بگیره. داره به مسیر خودش ادامه میده، داره زندگی میکنه، داره زندگی رو به ما یاد میده. یه انرژی مثبت از سمت این گل داره به من تزریق میشه. این سبزی و تراوت و تازگی و زندگی رو داره به من. اصلا حتی این تار عنکبوتا که اینجا هست اینا همه زندگیه دیگه، همین واقعیه زندگی رو. خب به نام خدا، امروز هم با آقا فرید گل در خدمتتون هستیم. روز جمعه 29 آبان ماه، آخرین روز از ماه آبان هم داریم سپری میکنیم. انشالله دیگه وارد آذر ماه میشیم که دیگه یک ماه هم تا شب یلدا مونده. درسته؟ انشالله که امسال هم سال خوبی بوده باشه. من پارسال این موقع زدم تو جدول تمام شکر. یه لحظه فکر بد که من گفتی زدم تو جدول. یه خورده گرمای صحبتمون سری قبل نیست، گرمتر بودیم. گرم کرده بودیم از قبل. نه این کفش نو خریدی؟ نه شستمش. یعنی تو متوجه نشدی که من این نو خریدم؟ این نو خریدم به دعوت شده. همین 2 روز پیش رفتم یه کاپشن خریدم، جنسش پشمی بود، کیفیتش خیلی خوب نبود، قیمتش هم فکر کنم 1 خورده خریدم. کاپشن جنسش ولی خب پشمی بود، داخلش خزدار بود، اما خب هم سایزش بزرگ بود. حالا من چون زیپش معمولا زیپ کاپشن نمیبندم، زمانی که اونجا پوشیدم زیپشو نبستم، متوجه نشدم که برام بزرگه. بعد که اومدن خونه زیپشو بستم دیدم خیلی بزرگه واقعا برام. ساعت تو حساب کنم من سایز اون مدیوم یا لارجه، ولی خب سایز مثلا اون کاپشنه ایکس لارج بود. دیشب رفتم عوضش کردم دیگه، اینو به جاش خریدم 1 میلیون گرونتر، ولی خب دیگه هم خوشگل‌تره هم جنسش بهتره. اینجا ما چیکار کردیم؟ تیشرت نارنجی داشتم عوض کردم، رفتم این تیشرت خطار گورمنگوله پوشیدم، الیافه. با همین کفشم که از گیوا هست الان 2-3 ساله. کفش گیوا هم دیگه موقعا که مغازه داشتیم از این کارا می‌کردیم. مثلا برای خیلی مغازه داشتن و فروختن اونجا خیلی به حس خوب میداد. مثلا دیدی میگی مسافرت حالت خوب میشه، تو مسافرت که میری درگیر کار که نیست. حالا اونجا هم نه که مغازه‌ای بود که مثلا آدما مسافرت می‌بردن اونجا می‌خریدن، گردشگر تور بود یا حالتی اینجوری اونا می‌بردن می‌خریدن. حس می‌کردی خودت هم تو سفری. مثلا اون میگفت وای چه جالب، این چیه که دارین؟ این جلیقه از کجا اومد؟ ترکمنه؟ مثلا میگم همین بیا اینجا اینو ببین. این مثلا حس خوبی بهتون داره. از همه جای ایران آدما می اومدن اونجا برای تفریح، آدمای مختلف میدیدی، خودش خیلی جالبه. به جای که تو بخوای کلی هزینه سفر بدی و بری شهرهای مختلف یا حالا آدمای مختلف و جای مختلف ببینی بدون که بخوای هزینه بکنی، حتی مثلا بهت حقوق هم میدادن. یه جایی بودی که حالا آدمای مختلف از شهرهای مختلف خودشون با پای خودشون می اومدن اونجا. آره خیلی جالبه. یه چی بگم، اینجا مثلا اونجا که وای میسادی میرفت مسافرت بعدا فهمیدم اینا که یه مجلسی رو نگه میدارن، اینا تو کشورهای دیگه بهش میگن منیجر، بهش حقوق میدن. اصلا باورم نمیشد یه کسی که مدیریت کنه یه سری کارا رو بهش میگن منیجر. یعنی آقا تو مثلا آدم مختلف ببینی که خسته میشی، میگی میخوام چیکار؟ همه آدم، من مثلا یه آدم پیر اومده تجربه داره باهاش صحبت میکنه، هم منیج کردن و باهاش مثلا چیز کردن، حتی اصلا جوونش هم باشه همینجور. ولی تو مثلا یه جایی میگی که من این همه اطلاعات، این همه داده، این همه آدم از شهر مختلف میخوام چیکار بکنم؟ خودم چی پس؟ خب حالا آقا فرید یه سوال، شما که شهرهای مختلف رو رفتی، جاهای مختلف دیدی، همش هم انفرادی بوده اکثرا که رفتی دیگه، گروهی که نبوده، و از طرفی هم که شهرهای مختلف بری، جاهای مختلف بری، به نظر خودت بین حالا این همه جا و شهرهایی که رفتی کدوم مکانه، حالا کدوم شهر بهتر بود، بیشتر بهت خوش گذشت، جالبتر بود برات، با توجه به این که همه جای حالا ایران واقعا هم دیدنیه، جذابه، واقعا سرگرم کننده؟ حالا به نظر خودت کدوم یکی از این؟ شهرجی رو خیلی دوست دارم. شهرهایی که شهرجی هستن
این رطوبت هوایی که دارن عشق و حال اونجا یه جور دیگه هست اینجوری بگم. ولی همین نفس کشیدن که وارد مثلا شهری که میشی وارد منطقه که میشی نفس که میکشی راه که میری اصلا یه حس دیگه بهت میده. ولی باز میرسه به اون مسئله که تو اونجا کار داشته باشی کار نداشته باشی. وقتی بیکار باشی خیلی لذت میبری. ولی وقتی که مثلا یه کاری داشته باشی، حالا چه قضیه پولی باشه، یه قضیه نیاز اولیت باشه، چه یا کاری باشه برای یکی دیگه مثلا دوستانه داری میری اون کار انجام بدی، در هر صورتش خب اون تو ذهنت هست، مثلا یه چیزی تو ذهنت هست که من باید برم یه کاری دارم باید انجام بدم. ولی وقتی که کار نداشتی میری اونجا لذتش خیلی بیشتره. ذهنیتت چه چیزی فرق نمیکنه که حالا تو بستگی به اون ذهنیت خودت داره. آره دقیقاً همین. نظر خودت چیه؟ نظر من اگر بخوام حقیقتا بگم شاید مثلا یه جاهایی باشه تو همه ایران خودمون، حالا با توجه به که بازم میگم همه جای ایران دوست داشتنیه و جذابه، جاهای دیدنی قشنگتر و بهتری داشته باشه به نسبت جاهای دیگه. شهری هست خب میدونی یه شهر تاریخیه، بیشتر مکانه تاریخی داره، شاید باشن کسی، حالا من خودم که نه، ولی خب شاید افرادی باشن که مکان تاریخی رو زیاد دوست نداشته باشن، هرچند که حالا هم مکان تاریخی هم تفریحی هست، آبشار باشه، مثلا جنگل باشه، طبیعت باشه، اینو مثلا شاید ترجیح بده به جاهای تاریخی. از طرفی هم کسایی هم که حالا دنبال مکانهای تاریخی هستن و اینا تعداد اونام زیاده. سفری ما از شیراز که خواستیم بریم بندرعباس مثلا باور نمیشه 25 رو طول کشید. از شیراز که مخاطر بندرعباس از اینکه یه ماه دیگه چند روز جهرم بودیم، خونه اینجا بودیم، چند روزش رفتیم لار بودیم، چند روز گراج بودیم، پونج بودیم، دو روزش یه روزش مثلا عوض بودیم، دوباره رفتی جلوتر تا بندرعباس رسیدی، خودش تو راه بودی، تو روستا بودی، همینا رو میرفتیم مثلا هر جایی که برامون جذاب بود وای میسادیم. بعد خاصا پرسپولیس این جای تاریخی که گفتی، پرسپولیس خیلی من جدیداً بهش رسیدم، خیلی ابهت داره. یعنی وقتی بهش نگاه می‌کنی می‌بینی ما چند هزار سال پیش بغل دست خودمونه، کل دنیا میان نگاه می‌کنن. من خودم جهرم هستیم، بچه استان فارس هستیم، ولی اگر یه اعتراف بکنه شاید باور نکنیم من هنوز خودم تخت جمشید نرفتم. که با تخت جمشید بغل دستته دیگه، حالا شرایطش پیش نیومده، ولی خب 100% تو آینده این نزدیک قصد دارن که یه بار حتما تخت جمشید برم، که واقعا که آدم مثلا همچین مکان تاریخی رو حتما برین تخت جمشید، همچین مکان تاریخی واقعا دیدن. ما ایرانی کلا یه چی بگم غریب نوازی، یعنی اصلا خارجی ها بیاد بگید تخت جمشید چقدر خوبه ما میگیم وای تخت جمشید چقدر خوبه، ولی اگه همسرمون بیاد بگه اصلا تخت جمشید چقدر خوبیه، تو ایران خودمون هستیم ما میگیم نه بابا یه چیزی داره میگه. 100% تا وقتی که نیاد خودش با چشم خودش نبینه باور نمیکنه او چیزی که ما داریم میگیم یا او چیزی که خودش دیده، چون تخت جمشید یه مکانیه که حتما باید از نزدیک ببینیش. این از نظر من هر جا که قبل از اینکه بخوای بریم باید اول در مورد اون جا یه داستان‌هایی بدونیم که وارد اونجا بشیم. 100%. مثلا الان امین اونجا کافه اونجا که هستی خب یه داستانی پشت سر خود امین هست که ما میایم اینجا، یعنی اگر مثلا من ندونم همینجوری بیام رد شم بیام وارد کافه نشم اینجا رو با دید کافه نگاه میکنم، ولی اگر مثلا امین رو میشناسم بیام اینجا با دید امین دارم به اینجا نگاه میکنم. این داستان پشت مثلا اون سوژه هست که من دارم مثلا در مورد منظورم بیشتر اینجوریه. شما نظرت چیه آقا فرید که ما مثلا جلسه بعد راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟ آخه مثلا خیلی چیزا درگیر هست، یکی این که مثلا وقت داشته باشی این کار انجام بدی یا اولویتت باشه که انجام بدی، اینا مثلا خیلی تاثیر داره. یکی از مهمترین چیزها تو زندگی مدیریت زمانه. این وقتی رو که داریم، وقت گرانبهایی رو که داریم بتونیم خوب ازش مدیریت کنیم، بتونیم خوب ازش استفاده کنیم و بتونیم خوب مدیریتش. شما اون فیلمی رو که من گفتم رو نگاه کردی؟ آره دیگه تونی مونتانا. چی بود اسمش؟ تونی مونتانا. آنتونیو مونتانا. اسکارفیس رو حتما ببینین، یکی از بهترین فیلماییه که من توی حالا سبک جنایی اکشن دیدم، حتما توصیه میکنم یک بار حتما فیلم اسکارفیس رو ببینین. بازیگر نقش اول فیلم که آل پاچینوه
یکی از بهترین بازیگرهای آمریکایی تباری که من فیلماشو واقعا دوست دارم. آقا فریدی نظری بدین راجع به فیلم که حالا من قبلا می‌نشستم تو کتاب فروشی که بودم، حالا بعضی شاید بشناسن بعضی شاید نه، قبلا تو کتاب فروشی که کار می‌کردم خیلی به اسطوره و تاریخ و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم. یعنی این چیزی که من الان گفتم مثلا در مورد پرسپولیس و مثلا داستان تخت جمشید و اینجور چیزا، اون موقع خیلی در موردش نکات فلسفیش هم تاریخچه‌اش هم مثلا اسطوره‌های ایران، یه سری اسطوره‌های جهانی هست، اسطوره‌های یونان، اینا رو می‌خوندم، داستانش برام جالب بود، من پیگیر بودم. ولی گفتم این چیزی که غرق نشین برای خودم پیش اومده ها، یعنی قدری غرق شده بودم هر چیزی رو از اون زاویه دیده نگاه می‌کردم. قبلا هم یه دستی حالا بگیم توی ادیت ویدیو داشتم، باز همون هم باعث میشد که من این داستان‌ها رو از زاویه دید اون فیلمه نگاه کنم. دیگه بعد از اون وارد یک مثلا جایی که شدم، وارد سفر که میرفتم، اصلا فهمیدم واقعی خیلی متفاوته. یعنی دیگه از اون لحظه فهمیدم که این داستان پشت هر تصویری که غرق یه دنیای میشی، بعد از اون دنیای نگاه میکنی، واقعا با تعداد آدما میشه این مثال زد. هر آدمی پشت هر ذهنیتی که داره دنیا رو اونجوری میبینه. این خیلی مهمه که حتما توی زمینه غرق نشیم. یعنی مثلا مدیریت زمان که همینگو واقعا درست میگه، مدیریت زمان باید داشته باشیم. من اگه بشینم 10 ساعتمو بشینم مثلا کتاب بخونم، وقتی که میام بیرون همه چیز از زاویه اون دید داستانی که داشتم میخوندم دارم نگاه میکنم. 10 ساعت سر کارم باشم، وقتی میام بیرون همه چیز از زاویه اون کارم دارم نگاه میکنم. یه طرف به من بگه که من مریض شدم، دیگه اصلا اون درکی از اون زاویه ندارم، چون انقدر درگیر دنیای خودم بودم که نتونستم بفهمم که داره چی میگه. هر دنیایی که بخواد بشه، حالا شاید هم بعضیا بگن خوبه غرق شدن توی دنیایی، ادامه دادن تو دنیا، ولی نداشتن رویا، نداشتن داستان هم خودش مشکلیه. اینکه تو همش درگیر یه چیزی هستی که هیچ داستانی نداری، فیلمی نگاه نمی‌کنی، هیچ رویایی مثلا برای خودت نداری، این خودش خیلی تو زندگی رو اذیت میکنه. بعضی شبا خیلی شده که همینجوری خوابیدن، مثلا نه موزیکی گوش داده، نه داستانی نگاه کرده، نه مثلا تلویزیونی نگاه کرده، بعدم خوابیده، صبح پا شده رفته سر کار. واقعا مدیریت زمان می‌کردی، داستانی برای خودت رقم می‌زدی، اتفاقی برای خودت خلق می‌کردی، وقتی رو برای خودت می‌ذاشتی. من خودمو دیوونه کردم اینجوری بگم. نمی‌فهمم که مثلا اون چیزی که دارم نگاه می‌کنم واقعیه، اون چیزی که من دارم نگاهش می‌کنم از زاویه دید من. پرسپولیس رو من وقتی میرم نگاه می‌کنم از زاویه دید خودم دیگه نگاه می‌کنم. وقتی اصلا می‌پرسن میشینم همون تاریخ داستانایی که خوندم و تو این تصویره می‌بینم، بعد میگم عجب داستانیه. تو کلام طبیعت اطراف ما یه چیز واقعا هم خارق‌العاده شگفتی آور هست واقعا. مثلا ما یه عکس، یه پست رو میبینیم مثلا حالا توی کشوری خارج از کشور خودمون، کاش که من نمیدونم کشور دنیا آمده بودم، در صورتی که نمیدونیم مثلا شهر خودمون، کشور خودمون اینقدر مثلا جاهای دیدنی داره، بخوایم الان ما تمام تک تک جاها بخوایم اسم ببریم خیلی هم زمان میبره، هم تایم ویدیو خیلی بالا میره. و اینکه به نظر من حتما شما قبل از اینکه بخوای یه جهانگرد باشی باید یه ایرانگرد خوب باشی. همه جای ایران واقعا جاهای دیدنی خوب داره که حالا یه جایی بهتر، سلیقه ها شاید فرق کنه، که این جاهایی که تو کشور ما هستن دیدنی هستن و حد اقل یک بار ارزش دیدن داره. هم جمعه ها که مثلا ایرانی معمولا هم جمعه ها میرن طبیعت و بلوار و کوه و اطراف میبینی نشستن، همین خودش سنت آیین دیرینه است دیگه. ایرانی ها همیشه میرفتن بیرون و طبیعت حواسشون بوده در یه جوری در لحظه زندگی کنی، اینجوری بگی متوجه باشی که کجا هستی. مثالی میخوام بزنم، نشستم در مورد روزنامه‌ای باز کردم، در مورد حوادث خوندم. وقتی روزنامه رو میبندم بیرون که میام هر چیز رو از زاویه دید حوادث میبینم، ولی خب نیست اینجوری. واقعا در لحظه زندگی کردن، جمعه رفتم بیرون، معنیش همینه. معنیش اینه که در لحظه‌ای که وجود داری رو واقعا متوجهش باشی. نیازی حتی اون لحظه‌ای که میری دیگه گوشی رو بذاری کنار. به نظر من تکنولوژی جورای جلوی زندگی کردن مردم رو گرفته. ما همین الان که داریم صحبت میکنیم داریم از تکنولوژی استفاده میکنیم. این یه مزیت خوب تکنولوژیه که حالا ما گفتگومون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو داریم با هم میگیم و در اختیار بیننده ها میذاریم. اما اون چیزی که نباید فراموش بشه اون زندگی کردن اون اصلیه هست. این که شما همیشه زندگیت صرفاً خلاصه توی فضای مجازی نشه. داری زندگی میکنی،
برای که بتونی بهتر زندگی بکنی باید یه جاهایی واقعا مسیر تو از فضای مجازی جدا کنی. فضای مجازی نه که بد باشه، خیلی خوبه، خیلی دارن استفاده میکنن، بهره میبرن، ولی هرچه ما جلوتر میریم دیگه مردم زندگی کردنشون مصنوعی تر میشه. چرا مصنوعی تر میشه؟ چرا که همین مثلا الانی که ما حال حاضری که حتی خودمونم که داریم این حرفو میزنیم، شاید مثلا قبلش داشتیم یه کار بیهوده رو انجام میدادیم، میتونستیم مثلا امروزی که روز تعطیل هست رو به یه مکان تفریحی بریم، یه جایی مثلا دیدنی بریم، صبحمون رو مثلا که میخوایم حالا بیدار بشیم مثلا زودتر مثلا ساعت 6 یا 7 بیدار بشیم بریم یه مکان تفریحی. این هم حال هوامون عوض میشه، هم روحیه‌مون تغییر میکنه، هم که برای سلامت روان و بدنمون واقعا مفیده. و میگم پیاده تو طبیعت احسن. و از شما بیننده هم میخوام که واقعا در کنار حالا این زندگی که میگم که مدرنیته بودن خوبه، مجازی، فضای مجازی حسنیات خودش داره، اما خب تا اونجایی که دیگه کل زندگی ما رو بخواد درگیر به خودش بکنه خوب نیست. واقعی تر زندگی بکنیم، نه که حالا زندگی ما تماماً و کمالاً در اختیار فضای مجازی باشه. نظر شما چی آقا فرید راجع به صحبتی که من داشتم؟ کاملا موافقم. هم تماما در فضای مجازی، هم تماما درگیر خانواده، هم تماما درگیر کار، هم تماما درگیر باید کتاب. اینا کنار هم باشه. آره مدیریت زمان. اگه صرفاً حالا یه موضوعی یا بحثی یا یه چیزی که حالا مثلا منظور ما هم فضای مجازیه، کل حالا اون زندگیمو بخوایم بذاریم برای اون، به نظر من اصلا خوب نیست و اثرات سوئی میتونه داشته باشه. نظر چیه دیگه؟ حجم ویدیومون تایمش بالا نره و دیگه همینجا به صحبتامون اتمام بدیم و خیلی هم خوشحال شدیم که بازم عمری باقی بودی که بخوایم اینجا بشینیم و با شما عزیزان صحبت کنیم راجع به موضوعات مختلف و اینکه نظراتتون برای ما خیلی مهمه. حتما نظراتتون رو بهمون بگین، کامنت بذارین. اگر هم که ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستین. ممنون که بودید و نگاه کردید. خب دیگه ما قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو قطعش کنیم یه بار دیگه رونمایی کنیم از گلی که توی مغازه داریم رو. گل از هفته پیش تا الان ببینیم که چه رنگی شده. یک رشدش خوب بوده خدایی. رشدش خوب بوده، یکی صاباش شکسته. میره تو برگه که میبینی پژمرده شده و اینا مهم نیست. الان این قسمت که نگاه کنی میبینی که مثلا اینجا برگا پژمرده شده ولی از اینجا جوش کرده. دیگه خودش ادامه میده. و کل زندگی همین آقا فرید. همین پیریا میافتن، جوونا رشد میکنن. جلوی رشد این درخت این گل رو بگیره. داره به مسیر خودش ادامه میده، داره زندگی میکنه، داره زندگی رو به ما یاد میده. یه انرژی مثبت از سمت این گل داره به من تزریق میشه. این سبزی و تراوت و تازگی و زندگی رو داره به من. اصلا حتی این تار عنکبوتا که اینجا هست اینا همین زندگیه دیگه، همین واقعیه زندگی رو. اینا خود زندگی. حالا دیگه کمی بعد اینا رو بهش بیشتر میرسیدم دیگه حالا، ولی خب حواسم هست بهش. عالیه بسیار عالی دیگه. بیشتر از این اذیتش نمی‌کنم، میذارم که زندگی کنه. حتما شما تو خونتون در کنار حالا چی میدونم حیوانات و پرنده هم جز هم حیوانات داره دیگه، جز واقعیت دارین و علاقه هم دارین، کنارش حتما گل و گیاه هم داشته باشین. به شدت موثره برای انرژی مثبت، هم بهتون میده هم بهتون روحیه میده. و اینکه شما هر روزی که میبینین گیاهتون رو دارین بهش آب میدین یه حس خوبی بهتون منتقل میکنه. خب دیگه آفرین دیگه بیشتر از این من صحبت نمی‌کنم. شما اگه صحبت دارین بفرمایید که دیگه ویدیو. خیلی ممنون تا اینجا ما رو شنیدید. دیگه دوربینم داره میلرزه. امیدوارم روز خوبی داشته باشین.